سلام دوستان، قول داده بودیم بریم سراغ کوه. دوباره میریم همونجاست، همون درست. فقط باید بریم سمت کوهش. شیبباره، خطرناک. بلدید برید، با کفش مناسب برید. کلا خطرناکه دیگه، مواظب باش. حالا اصلا هم گوشیه، اگر الان بیفتم داغا میشه. میریم فعلا. راه باریک رو نگاه کنید. از این راه باریک سریعتر رر بشید، بتونید برید. حالاتون گفته بودم که خل داده بودن. میریم بالا سمت کوه. سابسکرایب کنید، مواظب ما باشید، لایک کنید، بازدید کنید. تجهیزات خوبی زیاد نداریم، با گوشی فیلم میگیریم، شرمنده. کیفیت پایینه. آبشار رو مشاهده میکنیم. صخره رو مشاهده میکنیم. یه باد نسیم خونم که میاد آدم جون میگیره. این از آب زومش هم براتون میکنم. شرمنده دیگه، زیاد ابزار منفی حالت میره. ما بریم بالا، بریم چقدر. اما همراه باشین، ماجراجویی عبیرک رو بهتون کامل نشون میدیم. با روسته ها آشنا باشین، فتفونش، همه چیش دیگه. آدم حال میکنه تو اینجا. دای تاریک میاد بالا، واقعا وحش میاد آدم. درکا که فضای خوبی داره، عالیه. تایی گفتم که با کفش مناسب برید. کفش من حوزن زیاد خوب نیست اصلا. رفتن پنجه گرگ مشاهده میکنین. همینجا پنجه گرگ. ما موقع آبجادی زمین میریم بیرون، گراز و پلنگ و خس و چیزا میبینیم. با ما همراه باشید تا اون چیزا بتونشون برید. قولشو داده بودم، اومدم بالا. محلمونه، کلا ویوی خوبی داره. یه از کوه ها براتون بگیریم. اینم کوه ها برف نشسته روشون. بخشین اگه کیفیت واقعا بچه شرمنده دیگه، خودتون به بزرگ خودتون ببخشین. لایک کنین، فالو کنین، با ما باشین تا کل علموت رو بشناسید. ممنون، خواهشمند از تمام شما. ما بدون شما هیچی نیستیم. خدا نگهدار. یا علی.